بنابراین ما یک رسالت ملی داریم که منافع ملیمون رو نگه بداریم، بازدارندگی ایجاد کنیم. ما به هیچ جا حمله نخواهیم کرد، ثابت کردیم، اما کسی به ما حمله کنه اون گیر میفته، رهاش نخواهیم کرد. او شروع میکنه، ختمش با ماست. بنابراین این بحث ایران اشتباه بزرگشون بود. یعنی اینها با این کار تله بزرگی برای خودش ایجاد کردن، استیصال بوده. حالا البته بحث‌های دیگری هم وجود داره که راجع به نحوه عمل که من خدمتتون گفتم یه میدانی باز شده. مگر نیروهای مدافع صهیونیسم اینا فقط همیشه تو زیر زمین باید باشن؟ اینا که در دنیا میگردن. ما هم این باب برای مقاومت هم باز شد که نیروهای خائن و مجرم صهیونیستی را هر جای دنیا گیر بیارن. لازم نیست فقط توی اسرائیل